آخ گلی از دست من بستان و بوی کو، ای جان محبوب میان کاکلای خود پنو کو. های های به هر جا که رفتی مرم ندیدی، ای جان محبوب همونجی با خود گل گفتگوی کو. های سلام علیکم بابا. بابا زنگ دادیم گفتیم بیا که به تو کار دارم. چی ماییم بفرماییم عمل کنی. کجی جان بله بابا. من که تو چه میگه زنگ زدم گندما میبینی درگران دره کدو میبینی. بابا برو در سر نورالله در سر رمضان بچه ها چند تا خبر کو که صبح به فعله بیان خودمون دستار جمع کنم خرمان کنم. بفهمیدی؟ یا نه فهمیدی؟ بفهمیدم بابا. چشم خوبه. خب برو دیگه بخی دیگه. سبا بابا. افشتای گرد زینی خوب. بابا یک رو گذاره دیدم حق همسایه پاک میگم. بده. اکثر میگم سبا فعله داریم بابا ما گفتن خود بیکار کنیم که بیاییم به سر گندما ما امی دستا ما خودی ما کمک کنیم. میرزه اینا زراعتی هست دیدی میرزه. بابا این جگاه که دانه رو هم بسته کردیم او خیلی شده سه کنیم بابا عد نمای بالا شده ایره او بیخی بابا جو بالا آمده. او خیلی انسال بخی بخمور وقت که نوقت میشه بده. خدا را شکر بابا این سال بارندگی زیاد کرد. برو بده ما حاصلا بابا به پی فایده ما شد. بگین به پی فایده ما برو بده. عمل ای اکثر بگو. میگه فشتای گاب زده که کم دستار جام چه خلاص شدی تاره. برو. امی دانه را مکان کن برم سرزمین. دارم دلی دیوانه دارم جام نارنجی گلیم رخسار نارنجی بمیرا جانم من خانه دارم جام نارنجی. سلام علیکم. اسکنی لالا بیایی شما کار دارم. چی کار داری بگو؟ باستون خوب شد به درس را بیا خوب شد شما رمین جگاه بریدو پیار ما به شما سلام نگفتم بعد از سلام گفتم برو به رمضان بگو که سبا به خیر خوشی خود بیکار کنه تا بهشون بیای خودی ما به سر همین گندما ما دروگر بداره بیده دسته تیار کرده همین یک کار بیایم جمع کنیم که به خیر خوشی با آماده بلد چی. پشت کشی داره؟ بله یا پشت کشی داره. خدا اشته کنم که جلمه گفتن سبا برم حداقل یک کم سودا مودا لالا را میدونی چه کنیم مجلوتر گپ بگم میگه پیر برار داری میگه همسایه دارم فعلا حال شرایط همین شده امرو به درد همسایه خود بخوری سبا همسایه تو به درد تو میخوره امرو شما به درد ما بخوریم سبا با ما به درد شما میخوریم رو شما رو برمیدن یعنی اختیار خدایی پیش از پیش ما بگفته باشیم. گپ تو صحیحه که چیزو خوب گپی میگی. خیلی الان ایتنا ما گفتم سبا حداقل برم که میوه دونی چیز میزی سودا مودای به می اید بستونم که چیزی به ایدم نمونده همین سودا مودای بستونم که دل جمع شد با بازارا شلوغ شما کوه 99 سال دیگه به عید مونده شما برات گپا میگید بازارا شلوغ میشه جنسا گرون میشه خریدن نمیشه سردی لایوسله نمیمونه بابا شوایدی که بری سودا بخری. این روزه دارین که سردی لایوسله نمیمونه برارم 10 دقیقه کار داریم. و صحیحه که روزه ندارم ما روزه نیم منتهایی که میگم بازارا شلوغ میشه. حالی چه کنی لالا جان ایگه پاره هم شما وقت داریم بیاد داره اگه امرو ما دست جمع کنی داری سبا با شما دروگیری داری بابا ما پیر بچه ها میگیم بیایی خدیم ما کمک کنی با ما هم دو شما رو داریم بیایی اختیار خود داری این مثل نیون کردیه بیایی ما پیر بچه هم میاییم که نیاییم با ما هم شما بگیم نمیاییم دیگه اختیار خود داری حالا من میرو یک دونه فردگی هم بود و صحیحه حالا که تو میگی مشکل نداره پیار تو بگفته گفت اینه سبا میاییم صبح بخیر خوشی 7 بیجا وقت به سر زمین باشیم 7 بیجا صبح چای صبح بخیر خوشی خودی شما به هم سر زمین میخوریم خوب گفت اینه سبا میاد خوب خیر بشی سلامت بشی من میرم چند نفر دقیقه بگم خوبه سه آدم ها تکلیف برابری بگو که زیدی دستا جمع شه زیدی دستا جمع شه که با اونجا حلاف نباشین که گرم شه حداقل تا 10-11 بجه کلا کنار بکنه چکار کنه دیگه همسایه مجبوریم به درد بخوریم.
اشته سگ بلایی داریم چرا کوکو این میکنی؟ ده آوردم هنوز به ما مخته نشده کدیجو ایشان کدیجو سیار نرسته بیدون به در سرا شما نبودی گفتم با باخچیه من هم در را بیامدم با باخچه همیش بزدم بالا همی پالشیالی زدم سعی کنم که زودتر برکه بخوره باز نوبته امروز از منه بیا این بعد بیا کمی سگ من نه آوردم باز یک دم خور نکنه بلایه حتی مرا میگیره این بس من خیلی کوکو میکنم بابا نمیتا یاد به شما سلام بعد از سلام گفتم برو که بابا نمیتا بریم بابا به خیلی کچی چپاسه وقترک خود رو فارغ کنم بیا به سر نمی گندم ما پشت کشی داریم فعلا بیارم کوکو بابا زحمت به شما نمیشه به خیلی کچی وقترک بریم سر نمی صبح صبح بخیر بخیر برو دل جان رمضان هم بگفتم چند نفر دیگه هم بگفتم میایم برو دل جان با صبح بخیر خیلی امروز ما میایم دریا بخیر خلاص میکنم خوبه دیگه میخوره دیگه همین فردا گفتم میایم دریا خلاص چریا شما نام خدا خوب شد روش کرده بریم بچه کار بکشیم دیگه برو آرام میگه به هر کاری آدم زحمت کشه خیر از جای رسیدگی میبینی خیر میگیم بابا دیدو دست شما در نه چند بجه بخیر اما هفت بجه بخیر چای صبح خودی شما هم 6 بجه بخیر ما به سر زمین رسیدیم برو بخیر سلام بگو خیال کنم برو دل جان باش دیگه مامان نورود تنوع شما سال درک نداره کارگرام صبح بگه وقت بخزیم بیاییم میاره همینجا بکن همینجا لوکه کنیم اینو دیگه بیام تو بگو ساعت هست بجه بیاین دیگه سه کو پول نمودم مامان نورود جا شما کار بکنیم یک زنگ به بچه خوب بزنیم این حاله هم بالی هم کنیم مگر تنوع شما پس اینو مگر به هم زنیم میاره همینجا خرمان نکنه دیگه همینجا ها تا خرمان نمیجه دیگه خوب که واسه کام به می این بازو مندر باشه مامان نورود زنده باشی رمضان امانی بیامو بیام کجا انسان خدا که نو خوب سعی خوب شده ها سلام علیکم ما چون توقعات ما کی بوده ما روزه چیکیش تو مرا توقعات نبوده توقعی نه والله خب باشه ولی به دستا خود جمع میکنم با بلکی توقعات چی پیدا شه بچه مچا بیا کتمش تگیرن گرد بده آبیه سیه همینجی خرمند میکنم همینجا خرمان میکنم سیه امان ابراز جا این زمین شما صحنه دروگر نصف بدره نصف دیگر نیم کاله درگر میاد درو میکنه که شما این پهلوات درو میکنه تو یک زنگ به خونه بزنه سکنه یک چوقات چی بلکی بیارم منذ توقعی شما بکی بیاورم چوقات چی دیشم هر چی کشتون درک نداشته به کجاه من چون به کجا رو بنداختم خوشحال کجی تنور میاره دیگه تنور بیاره که از 20 سال پالم با همین تجمع کرده بیاریم به یک نانته با خیلی افتای میشه انتو مقبول دوره بکنی نورالله تو چه کار کردی گندما خود درو نکردی؟ نه با خدا الله را فلان دروگر پیدا نمیشه یک دروگر ما پیدا کنم از کمیلار بودم درو کنه اون باجی به بیچاره گندم ور میداره به درو من امیر بگم که بیاره بگو همینجا وقت که بدارم یک خزبور یک توقعی بده بیاره که واسه رمضان توقعی رمضان ها خود چکار کن دیگه رمضان که توقعی نبوده بیارم دروگر بودم بزی برو یک توقعی بده بیاره که به تنور رو میبخدا برو که چی یک توقعات چی بیار لالا که ما خود شما ناوردی چه گیشتون توقعات ما چون کی بوده بود اقل یک تنو دیگه هم شما میاوردی خود تنه اونی برو 10 سال ما 10 تا تنه میورد من تا توقعات ما نداشتیم میرم یک نه ما 10 تنه رمضان میارم برو حجی نه ما 10 تنه بابا چند بس تنه آوردی چی بسته خود تیاره دیگه اینا یک کارو سر ما تنه
ما یک اینا پشت تیار کنیم بیاریم این جینای کار چهار طرف ما همه جمع میکنیم بیاریم بالا خرمن میکنیم. مثلا شما توقاچ هستی؟ توقاچ با باغچه به سرا نداره. او به باغچه؟ آه. برو با باغچه شما بی تاک شما من میگیره خب خراب. چکار کنم؟ سرا برو تنه یک توقاچی بیاره. برو سر خود مورد بیا. نورالله. گفتی چکار گندم تو؟ باجی من میاد درو میکنم اینا رو گفتم گاب زنه که بیا اینا رو بدم از درو. جریب چند میدی؟ همین چیزی که مردم میدره. اما نوروز. یو. جریب چند درو کردیم شما اینا؟ با جریب 15 ما. درو گردادم. جریب 15 ما؟ بله. همین مردم هم میره میدره املالا. همین 15 من. 15 من نمیدره. او پریش ما به خونی بدون گفت که همین تا گپ دروا شد. گفتم چکار امسال درو مره هم بگیری گفت بابا امق زرا است که نیه دروگرد نیه که درو کنه. برو خدا کردم ماما کریم همین دوید دروا حاضر بگیری جریب 15 ما. ماما کریم ماما دروی که دیگه کسب 1 ساعت درو کنی یک زمین ماما کریم به یک استاشون درو. با خاک ما بری به اجاره میدم چی کار دارم ما میگم خدا کنه به در ما چیزی پیش نمیره. حالا جریب چنده بودم لالا بزی تو بگو. پریش به من میگو جریب 18 هم گرفتم من. حالا با 15 نه با 16 میدره. من نمیفهم که به من نمیدی پول تو بگو با 16 میدره به 17 میدره انا ما خودی تو خدا اگه یک من گندم دیگه با چیزی باشه که تو به مغز گندم و به مغز زمین خوبا تو سختی کنی. برو هم 18 میدم بیا بدره. خب باشه من بزوی زن دنسه کنم فارغه. ما برات دروگار دیگه نمیرم رمضان دیگه ما در جامو. نمازدگر به تو خبر از این که به درشون بابا بزوی زن کنم. بابا تو نمازدگر میگم که ها گفته یا نه. بگو برار منیه که دل جمع باشون که میای یا نه. خود چطور نماشه کجی استری بچه خاله جان بخیر سلامتی خیریت احوال خوبه شکر زنده بشی سلامت چی گفای کجا بیدی کجا میرفتی یکی شکر باشون بیام به سرا شما خیرات دیگه خوب چطور بدید اون بابا مقدر را به سرا نرون عباچو برار من پیار به شما سلام میگم و علیکم بعد از سلام گفته که سباب خیر خوشی دست جمع کنی دارین سرزمین فعله تو برار تو گلک زحمتی بکشیم خدیم بیاین سبا صبح ساعت 7 فجر رمضان نیرولا چند تا دیگه هم بگفتم میایم به خیر خوشی نمیگی که یک کمک ما رو بدیم زحمتی نمیشه برارم بیل کجی جو بله حالا گفتی پیاکو سلام بگو اگه ما برسون که بردو چیشا بفهمیدی به خونم انا گیلک به خونه بفهمیدی اعمال خواهد تو برن اعمال من رو به خونه میرم خواهد تو میرم به خونه خواهد گبزه ما که میبینی نمیرسم در سام هسته اگه برسم میگم برو اردو چیشا خو برو خواهد گیلک گبزی و اگه تبدیل مسته باشه دل مسته باشه میای اگه نمسته باشه نمیای بریم خواهد تو به خونه خواهد گب میزنیم بری بگو و تو که میرفتی خونی شما کی بری توالت کجا میرفتی ما که میرم تو سر دیکون سر کوچه برم تو برو خونه من براتون میام و من نرم دیگه با تو برم تو بگی لگ بگو برو من برو چند نفر دیگه هم هست با من دیر میشه حالا به حرف من نمیکنه اگه تو بیشی با بیتر امید تو بگی بره پیار میگفت تو بیا سکر این گیلک با فعلا نمیبرین دم نمازدگر که نمیشه هم یک دایی به کسی بکنین دستی و خاله نه دایی هم نباشه میان خودش با کار میکنه خوبه بس چقاله جوی تو دیر جمع باشه آره تو برو به سران من میام براتون همین تزویلی میام من بیلک به سرایه خوب من نگویم که مرا از قفس آزاد کنه آزاد کنه قفسم بردد به باغی و دلم شاد کنه دلم شاد کنه بیا مادم آمال عباس رم به تک کوچه بدیدم گفتم سبا ما فعلا داریم تو برو تو گله کردید تو بیا یک کمک سبا به خیر خوشی مار بدیم سردمی گفتم من میرم تا به دیکون آلی جوری میای تو برو خود تو مدا به گلک بگو گلک به حرف من نمیکنه سبا به چه خاله بم سردمی گندم همینجو با فعلا بیا یک رمضان و نورالله و چند نفر دیگه هم بگفتم میایم قراره کده این یک رو دیگه جمهور خیر حکومت ده چه کار کنیم؟ گندمار میگو درو کرده دروگه اونا رو پشت تیار کرده اونا شما جمع میکنه دسته دسته
خوبه گله از این کلاه به من عمد نمیشه اشتم سلام زمین ها عجولاز بگی عجولاز 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 دگه نه. عجولاز شکم خو میگی نه سعی که پیشی برو به زیب سالایی که این موقع میشه مارا و کوخا ارغبا اینا همه بیره میشه خدای نکرده خاک به زبون تو کشی خاک به زبون تو اف کسی یا به دور باشه است نه مار بزنه پیرتو که پیرتونه مادرتو که بچی مادرتونه مادرتو که بچی مادرتونه میتونه تاونم لنگ خیلی بده گله اول دیومی سیومی بانجون بعد هیچ بلایی نمیده قربان جاده خیلی میری دیومی هم گله اگرو مگوای به مو ماری که تو نشتنه با بالا تو رفته که گله خوب رد دیگه پاری لخو ها یک چیز است که اگه مار در اصول اتفاقا مار اگه کنجی پا نیش بزنه امکان داره خودی بشه علیه میگم گله اگه کلما و چیز کمه میشن آره بچه خاله سر که بیاد چون کفا ما مال امکان داره برابر ما سر تو چیک و مرتوب داره ولی میه یا نی من بخواه تو چی سبا تو عباس میگم مکه نمیره تو بیا عباس بیاد. کجا گیلت میره مارا چه کار میکنی؟ گیلت کجا مار بود یا لکو بچه خاله نحکو دگه مار کجایه بچه خاله جسای کن نمیشه که عباس عباس کجا بیا بدی؟ او بیا که میگم من چون عباس آدرس چای بیارم یا او یا هیچی برو چره؟ هیچ میرم که من چند نفر دگه خو او یخ تو اصلا هم سرام یخچال میبینی؟ بیارم کجی از کجا غربستان؟ آراد گرد میده کجی به تا کچه بایی لگه ایسا فعاله داره میری یا نمیری تو هم عباس هستی من که میگم تو سبا خدا نه چه کار بشه من رسیدم که میام اون چی کرده؟ دو جان میری میفهمی من هزار کار دارم کجی گیله جون تو میری بچه خاله چی؟ تو میری نمازدگار اگه میشانی که من میبینی عجولاز خود دل جمع پشت بکو حتما تو میری گلا پیشکی پیشکی تو که روز داشو میکنه پیشکی نیم من پیشکی نیم سعی که چی میگه روز داشو میکنه خیلی تو حداقل برو اونجا که ساعت تا هم چی میشه ثوابی هم میکنی ساعت مورا چی؟ مار به کجای گپا خیلی گلا پیشکیه اصلاحه نسه کن فعلا سبا رو کی اصلا من پیشه اصلا لازده بشته نگردن هم زده خوب گیل لحظه با صبح وقت ساعت هم بگیری نه پیشکی هم ندارم باشه بعد از ده بده بعد از ده نمایلیه نه برو کجی من سو وقت آخر بیدار میکنم که بر بیه چوکو بعد از نو بعد از چی کدوم صبح نم تو به جمع ماره بعد از نو بجه چای میه با نو اینجا دیره افتر میفته که به تجو به دوما طاقت نمیشه اما شد تو بیا برانه سایه باشه گیلن کجی من گیلن که خود خود میارم برو بعد از اشتنی ایلا آدمی حق بشه صبح کنیه همین نور دیدی ما دیتر بیاری نماکنیه اختیار خودی خوش بشنید گیلن و بیا یاری هم اشتنی یه بیا دیونه چی؟ بیا اشتنی سو وقت برو که چای هم بچسبه تو میچسته ها ها دیگه و من رفتم فیلم خدا چی بودم؟ پیشکی نسیم دق بگی امیر من بس رفتم کجا چند میری؟ نفر دگرم مگره بگم فیلم خدا بس باری بیدا کجا بیا چون شورما نباشه میرم گفتم مخوشا گفتم خود داده می سلام هم برای نام بجی یخصده شورما نباشه دگبان نمیسته خوبه میفهمی که من شکم چرب نباشه هیچی مادر تو خاطر اشکنه میکنه اشکنه نه اشکنه ما میام کدو مادر تو به کدو خیلی برود پخته میکنه چی؟ برود ها چوریشه ها خب چی جایه برود گسپنده دستی نه برود نمو مادر تو دستای پا آره تو مادر تو میگه دستی داری پرد لبشتیه امیر اختا بعد تو کتام سرپیش خود رو تو شما پشت فراخ کنی تو دستری پا آقا مادر تو دستای پا نمیگه بودی توی تلیفونه کجی شو دستو تو خیلی خیلی جمعه برو دگر من بگیم بعد پنجاه خودی تمیل اتفاقا میگی شورما میخوره من هم خوی تو نداره من فهمیدم که تو همین فهمیدی؟ که پچولا خوری یکم بزنی کجی گوه هم چشم رو بخورم 20 درصد
از این در بیرونشون میرم بخور چیرم بعد خب چی خاله ما نما میذاریم جگا بارکشی داریم یک کار دیگه داره خودی ما کمک میکنه تو چه نمیگیری ما خب میگم یک طوری که جگا فرمایش بدید بابا اسی مدردی گنده خودی تو میماله اینا میره خودی تو لیتا پنجولا یا هم چک میفته. دل آدم رو به شور میاره یوتنیه بابا شده خرچ من نمیرم برای خب صبح ما بیکار جامعه نرفتیم صبح خودی ما گفتم صبح خودی ما بریم بگرد برو که من خبر میشم برو سخت میگذارم خیر شو بالشتم از بعض خودی کلی گنده خوب خب تری کپری نکنی میشه کنه بابا تو دیگه بری نه تو خیلی باشم تبلر برمیداری گوشی و گیمبزی نکنی که اگه خیلی بود من بیدار شدم میتونی فهم پست تو میکنم